این هفته خبر تو خبر داره براتون از رئیس جمهور مشنگ عظما که هنوزه فکر میکنه دوران نمایش انتخابات و از این پرت و پلاها میگه. خدا وکیلی خیلی حرف میزنیم و عمل نمیکنیم. خب چیزی رو که نمیخوای عمل نکنی خب نگو. کی بهت گفته چیزی رو که نمیخوای عمل کنی بگی، ادعا بکنی؟ تا دلت بخواد ما ادعا میکنیم از پشت این تریبونا، تا دلت بخواد پشت این تریبونا وعده هایی میدیم که مردم هم باور میکنن. خدا وکیلی راست نمیگیم. اصلا خیلی از این حرفایی که میزنیم ما عمل نمیکنیم. مردم رفتار منو میبینن و حرفای من اصلا خیلی وقتا گوش نمیدن. باند رقیبم جواب این قرقرای زرشکیان را اینطوری میده: دولت که مال خودتونه، خودتون اداره دارید میکنید، خودتون سر کار آوردید. اکثر وزرا، اکثر معاونین وزرا، مدیر کلا، خیلی از استاندارا، تو بخشای در واقع شرکت‌ها، توی چه میدونم شرکت‌های نیمه دولتی، تو بانک‌ها، همه که به شما وابستن. بعد شما تو این 50 سال جمهوری اسلامی که 40 سال تو قدرت بودید بازم طلبکارید. شما درست کردید دیگه. اگه آب و برقینه حاصل کار شماست، اگه ناترازی گاز داریم، انرژی داریم، حاصل کار شماست. چرا نمیپذیرید؟ همش طلبکار. از اون طرف امام جمعه های عظما هم به خط شدن تا برای ریزش توی نظام ولایت از این نسخه ها بپیچن. به نحوی صحبت کنید که موجب سستی جبهه خودی نشید. محکم صحبت کنید، در مواجهه با دشمن سست، ضعیف، حرفی که باعث بشود دشمن از او سوء استفاده کند، حرفی که باعث بشود دشمن از او سست بودن جبهه خودی رو احساس بکنه. نباید اینجوری باشه. این شریعت نداری هم پیله کرده به زاویه دارا و ولکنم نیست. وقتی که زاویه دارها رو وقتی به کار میگیرن اون کار خودشون میکنن. اونی که مورد نقد هست اصل وفاق و چیز نیست. اونی که مورد نقد هست اینی که به کار گرفتن زاویه دارهاست. زاویه دارها خطرناکن. اینجاست که سر و کله رئیس سابق تلویزیون خامنه‌ای هم پیدا میشه و میگه زاویه دار کدومه؟ الان صحبت از نفوذی اعظمه. نفوذی اعظم در کشور وجود داره و بدون یک نفوذی در سطوح بالای امنیتی کشور امکان نداشته این اتفاقات بیفته که همه تعجب میکنن چطور تمام مسائل کشور، تمام رفت آمدهای سران نظامی وجود داشته. متاسفانه بخشی از همین آقایون بعد از توی حول و حوش جنگ اومدن آدرس غلط دادن، گفتن ها مشکل مال واتساپه که تمام نمیدونم این اتفاقات از اینجا رقم خورده و اینا اومدن از این طریق کشف کردن، در حالی که این آدرس غلط دادنه. حالا این شما و این هم یک چشمه از وفاق ولایی در تلویزیون خامنه‌ای. کاری که آقای روحانی با نظام جمهوری اسلامی کرد، چه در دوران ریاست جمهوریش و چه الان که این بیانیه رو داده، عین اشعث ابن قیس، یعنی اشعث قیس زمانه است در برابر نظام و آقای ظریفی که باید پاسخگوی کارهای خلاف خود در این قضیه، کلاههای گشادی که سرش رفته بود، فرانچسکویی که اخیراً مطرح میکنه آینده یک مملکت رو شما به بازی، ایشون نقش ابو موسی اشعری رو دقیقاً ایفا کرده است، با این تفاوت که ابو موسی اشعری حداقل اعتراف کرد کلاه سرش رفته و خجالت کشید که دیگه دوباره بخواد بیاد نظر بده، تغییر پارادایم مطرح بکنه. شما با چه رویی؟ شما نگاه کنید مجری برنامه هم برای اینکه عقب نیفته قاطی کرد، اینطوری گفت: آقای دکتر به نظر من از یک منظر اتفاقا جمهوری اسلامی باید تغییر پارادایم بده. از چه منظری؟ تغییر پارادایمش باید کنار زدن عناصر غرب زده تصمیم ساز و تصمیم گیر از صحنه سیاسی کشور باشه. یک بار برای همیشه باید این اتفاق بیفته. البته ته خط همه این شاخبازی‌ها یه چیز بیشتر نیست و اونم ترس از قیامیه که تو راهه. حالا اگر سر چیز دیگری
اصلا خودمون به خاطر کم و کاستیم باعث یک همچین هرج و مرجی بشویم، یعنی اختشاش به وجود بیاریم، اون وقت او میاد. من در این شرایط ممکن میدونم، نه ممکن، قطعی میدونم. خلاصه که عظما این دم آخری گیر کرده و دار و ندارش هم برباد رفته. مشنگستان این هفته رو با ترس آخوندا از برملا شدن حال و روز زار و نزار عظما شروع میکنیم. مسئولین ما باید پیام قدرت بدن. اگر ضعفی هم هست نباید به رسانه ها کشونده بشه، نباید دشمن از این حرف ها برداشته بد بکنه. این هم میخواست یک کاری کنه که ضعف عظما رسانه‌ای نشه و به خیال خودش قدرت نمایی کنه، اما نتیجه چنین مسخره بازاری شد. CIA امریکا رو MI6 یا مثلا موساد MI6 بله KGB، اینا رو سرویس های اطلاعاتی امنیتیشون خیلی خوب کار کردن و رقابت هم میکنن، در پیشرفت رقابت هم میکنن. همه اینا یک حریف مشترکی دارن، همه اینا یه طرف دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران، همون سربازان و گمنام خودمون و دستاوردهای بومی که دارن و مؤلفه‌ای که دارن. حالا من یه روز اگر فرصت شد میام توضیح میدم چرا با وجود اینکه تدارکات و تجهیزات و لوجستیک به تعبیری سرویس اطلاعاتی امنیتی ما به اندازه اونا، نصف اونا، 1/10 اونا هم نیست، چرا در ظرفیت هم از نظر کیفیت هم از نظر کمیت عرضم به حضورتون تنه به تنه اونها میزنه، برخی وقتا هم خیلی بالاتر، یعنی 1 سر و گردن بالاتر. احتمالاً این نمایش کتلت ها هم در راستای قدرت نمایی عظما درست شده. حالا دیگه خودشون هم میدونن که عظما تا کجا منزوی شده و چطوری پشتش خالی شده. میگم ممکنه که پوتین قول داده باشه که باشه من ایران رو راضی میکنم که به مذاکرات برگرده و با اون توافقی که مرزی و طرفین هست من ایران رو راضی میکنم که اینو چون یک گمان زنی ها و حدسایی هم بود که مثلا قبل از بعد از حمله این که پوتین پذیرفته مثلا غنیسازی 0% رو. کارشناسای حکومتی هم پنبه ادعاهای مهره‌های نظام در رابطه با بستن تنگه هرمز رو اینطوری میزنن. بس تلاش برای بستن یه همچی تنگه هایی اجماع جهانی ایجاد میکنه. یعنی در درجه اول چین رو در مقابل خودمون خواهیم یافت. چین حدود اشتباه نکنم 40% نفت و گازش رو از خلیج فارس میگیره و این فاجعه میشه اگه بخواد این اتفاق بیفته. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به دستاوردهای نظام بزنیم. از دستاوردهای نظام در زمینه راهسازی، مسیر نصرت آباد به زاهدان. وای خدا این چیه وسط جاده؟ تیر برق وسط جاده؟ نه غارچه، تیر برقه غارچه. وای خدا. مسئولیت این اتفاق الان بر عهده ناظر ادارات یا پیمانکار؟ والا مسئولیتش رو من نمیتونم بگم بر عهده کیه. این اتفاق یک افتاده، ولی اتفاق از سوی کی افتاده؟ خب ببینید بینندگان عزیز، ماشینی که از این سمت داره عبور میکنه و میاد، خب قطعاً به این تیر برقا برخورد میکنه، درسته؟ خب این چه ایمنی ایجاد شده الان؟ این مسئله ایمنی گذاشتیم و پیمانکار در حال انجام آوردن نیوجرسی به محدودیت که کار هم است. اینا ما دیروز انجام بشکه گذاشتیم. تا این یکی که فقط باید دیده بشه.